سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم این ویدیو. من شاهین هستم و داخل این ویدیو قرار بریم که ستای جدیدی که داخل آدیت جدید اومده رو با هم بررسی کنیم و چیزایی که در رابطه با اون اومده و لایک و ساب کنید. من داخل ویدیو قبلی من گفتم برسم به 1K چند تا قرعه کشیه، نه 3 تا قرعه کشیه 110 که 110 تا جم دارم. خب اولی اینه که داخل اینجاست کف یوتیوبری سفیدی که خیلی قشنگه. شرط میبندم این ست بیاد داخل هر چیزی باشه، سایت باشه، گلدبرگ باشه، هر چیزی باشه، همه اینو میگیرنش و فقط کفشش و کلاشو با بلیورش استفاده میکنن. خب دیگه چیش میموند؟ دومین چیز داخل فانتوماس، قسمت که ساکورای این اینجا بود جای این علامت سواله. این هم فانتوما، خیلی فانتوما زیبایی اومده، قشنگه واقعا، خیلی قشنگه واقعا. چیز دیگه در رابطهشون نمیدونم اومده یا نه، حالا میرم الان نگاه میکنم، ولی فانتوماش قشنگه، مثل فانتومای قبلی نیست که مثلا آتیشی چیزی باشه. اژدهای خیلی قشنگ، یه اسکین موتور باش اومده که خب زیاد زیبا نیست، قشنگ نیست. و فکر کنم یه یخ هم اومده، عجب یخی، این یخش خیلی قشنگه، یخشو خیلی قشنگه واقعا، یخش قشنگه حاجی من خیلی قشنگه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.